در ولایت سوخت از میدان عمومی 210,525 گکتار در 74,973 گکتار شودگور گذرانیده شده است که آن به 35.6% اجرای دورنما برابر است. از جمله شودگور در ناحیه‌های باباجان غفورов، دیوشتیج، زفرآباد، استراوشان، مسچو، پنجکند، سپیتامن، شهرستان و جبار رسولов خوبتر به راه مانده شده است. در این باره معاون سردار سرریاست کشاورزی ولایت سوخت رستم جلالов به خبرنگاری агенти خاور اطلاع داد. امروزها در خواجگی‌های کشاورزی و دهقانی ولایت سوخت جریان کارهای اگروتکنیکی صحرایی چون شودگورکنی و یخابمانی و شورشویی و به این واسطه آماده‌کنی زمین‌های کشاورزی به موسم بهار با مرام ادامه دارند. همزمان بهره سری وقت به اجرا رسانیدن کارهای اگروتکنیکی صحرایی 393 عدد تراکتورهای شودگور کننده جلب گردیدند. در موسم زمستان امسال طبق نقشه باید در میدان 14,000 گکتار کارهای یخابمانی و در 1,000 گکتار شورشویی گذرانیده شوند. تا این مدت کارهای یخابمانی در میدان بیش از 3,000 گکتار و شورشویی از 200 گکتار به اجرا رسانیده شده. وسعت کارها در این سمت در ناحیه‌های باباجان غفورов، کنیبادام، سپیتامن و جبار رسولов بیشتر به نظر می‌رسد. متخصصان انستیتوت ویروس شناسی مولکولوی مرکز طبی دانشگاه علم محصولات رستنی را کشف کردند که میتواند سرایت کرونا ویروس را تا 97% پخش کند. تحقیقات نشان داد که مثلا شربت میوه غوبیرای سیاه میتواند فعالی SARS-CoV-2 را در بدن 96-98% پخش کند و برای این همگی 5 دقیقه وقت لازم است. شربت انار و چای سبز نیز تأثیر شدیدترین ضد ویروسی و ضد التهابی دارند. آنها می توانند تا 80% کرونا ویروس را نابود کنند. این شربت و چای محیط ترش را به وجود می آورند و دارای پلیفنول های رستنی می باشند که در آنها ویروس نمی تواند زنده بماند. عالمان ذکر کردند که ویروس های راه نفس پیش از همه به گلوی آدم ضربه می زنند. بنابراین محققان توصیه می دهند که بیماران خلق و بینی خود را با این محلول ها بشویند و غرغره کنند. قبلا کارشناسان معین کرده بودند که آیا توسط غذا به کرونا ویروس مبتلا شدن ممکن است یا نه؟ جواب نه. احتمال به کووید 19 سرایت یافتن توسط غذا به 0 نزدیک است. چنین می حسابند در روسپاتریبنازور. این به غذاهای طرفخانه ها نیز دخل دارد. طبیبان میگویند که خوف سرایت یابی در جایهای جمعیتی بیشتر به ویران کردن چراغ‌های پیشگیری کننده، رعایت نکردن فاصله اجتماعی، نپوشیدن نقاب، رعایت نکردن گیگینا وابسته است. با مقصد شناسایی با فعالیت شبانه مؤسسه‌های تندرستی، معاونان وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به یک چند شهر و ناحیه‌های جمهوری سفر نموده با فعالیت مؤسسه‌های تندرستی شناس شدند. از جمله معاون یکم وزیر غفور محسن زاده از بیمارخانه مرکزی شهر حصار، زلفیا عبدالصمدزاده از بیمارخانه مرکزی ناحیه رودکی، شادیخان جمشید از بیمارخانه مرکزی ناحیه شهرینو و سمریدین علیزاده از بیمارخانه مرکزی شهر ترسون زاده بازدید نمودند. دوری از مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی مملکت به агенти خاور خبر دادند. معاونان وزیر ضمن بازدید از فعالیت شعبه‌های بیمارخانه‌های شهر و ناحیه‌ها همزمان با بیمارانی که در مؤسسه‌های تندرستی به طبابت فرا گرفته شدند صحبت نمودند. هدف از اقدام مذکور پیش از همه شناسایی با وضع واقعی مؤسسه‌های تندرستی و جریان خدمت رسانی طبیبان در شبانگاه، آمادگی آنها برای معتدل گذراندن فصل زمستان و خوری با بیماران و دیگر مسئله‌های جای داشته میباشد. کارمندان شعبچه آگاهانی و پیشگیری حقوق ویرانکنی بین نابالغان و جوانان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری در ناحیه باباجان غفور و ولایت سوخت جهت پیشگیری از کردارهای غیر قانونی در بین نورسان در حدود شهرک غفور و محله استالینسکی ناحیه جمع آمدی مقصدناک پیشگیری کننده گذرانیدند. ضمن جمع آمد موضوع شبگردی، آواره‌گردی در ساعت‌های درسی و در بی‌وقتی شب در نقطه‌های بازی‌های سرگرم کننده قرار داشتن نابالغان، اینچنین از بی‌نظارتی والدان دست به عمل‌های نامطلوب زدن نورسان مورد تحلیل و بررسی کارمندان میلیسیا با ساکنان شهرک و محله ذکر شده قرار گرفت. در این باره از وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان به агенти خاور خبر دادند. نتیجه سنجش نشان داد که معیار و طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند را نه همه والدان رعایت می‌کنند. در وقت و ساعت محدود گردیده کارمندان میلیسیا نابالغان را از نقطه‌های
محتوای سقوبازی و مرکزهای بازی‌های کامپیوتری حدود شهرک غفورов و محله استالینسکی نوحیه بیرون آوردند.